سلام دوستان، توی این جلسه قراره که با همدیگه الگو، برش و دوخت این مدل شلوارک رو یاد بگیریم. خب تو مرحله اول باید بیایم یک خط صاف به صورت عمود رسم کنیم که این خط باید به اندازه قد شلوارکمون باشه. حالا توی این مدل بچه‌ها شلوارک همونطور که می‌بینید کوتاه هست، اما من چون میخوام که این شلوارک رو برای کودکم برش بزنم، قدش رو بیشتر در نظر گرفتم. شما میتونید قدش رو حالا 35 40 50 و یا حتی به اندازه قد یه شلوار هم بچه‌ها در نظر بگیرید. پس به اندازه قد شلوارکتون خطی صاف رو به صورت عمود رسم کنید. و تو مرحله بعدی باید بیاید از این خط بچه‌ها به هر طرف به اندازه 1/4 دور باسن به علاوه 1 تا 2 سانت آزادی بیرون برید. دور باسن کودک من 60 هست، 1/4 میشه 15 سانت، به علاوه 2 سانت هم آزادی میکنم بچه‌ها میشه 17 سانت. ببینید از این خط به هر طرف به اندازه 17 سانت علامت میزنم. ببینید از این قسمت تا این قسمت، از این قسمت تا این قسمت. و